نوریدین رحمان برادر کلانی پرزیدنت تاجیکستان و رئیس خواجگی رحمانجان در ناحیه دنغره در 67 سالگی درگذشت. حکومت تاجیکستان در یک اعلامیه گفت که نوریدین رحمان روز 7 اکتبر بر اثر سکته قلبی درگذشت. از این پیش یک منبع در حکومت ناحیه دنغره محل زیستی نوریدین رحمان بر رادیو آزادی گفت که او سالهای اخیر از بیماری قند رنج میکشید و برای طبابت به شهر دوشنبه رفته بود. حالا برای گروچوبی نوریدین رحمان یک کمیسیه تأسیس شده است. به هیئت کمیسیه نمایندگان حکومت ولایت ختلان، ناظران راه و کارمندان پلیس شاملند. عبدالملک قادرов تحلیلگر تاجیک گفت نوریدین رحمانov با وجود برادر شخص اول بودند به یگان بازی سیاسی همراه نشد. نوریدین در بازی‌های سیاسی شرکت نکرده بود و این واقعا معلوم بود، چون من بار نشنیدم که نام او زیر روی زبان ها باشد یا که بار نشنیده بودم که رسانه‌ای شده باشد، بغیر از یک دو سه حالت هایی که به سیاست دخل نداشت. ولی فکر نکنم که از قدرتی که داشت استفاده نکرده باشد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که سال 2011 همراه برادر رئیس جمهور سفر حج داشت، از او شخصی خیرخواه نام برد. در حقیقت انسان دوراندیش خیرخواه نسبت همه بود، رحمدیل بودن. در حقیقت خدا رحمتشون کند. به قول رئیس شورای علما برادر رئیس جمهور تاجیکستان 3 دفعه از سالهای 2011، 2012 و 2016 خانه خدا را زیارت کرده است. احمد ابراهیم سردبیر نشریه مستقل پایک از کمترین روزنامه‌نگاران است که با نوریدین رحمانov از نزدیک آشنایی داشت و برای مطبوعات نیز با او مصاحبه کرده است. او روز 7 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برادر پرزیدنت را یک انسانی نجیب دریافته بود که همیشه با طبع ظریف اطرافیان را میخنداند. بار اول وقتی که ما با او خوردیم در خانه پدریشان روی همون کات نشستیم، حتی شوخی های خیلی زمینی کردیم. مثلا من گفتم که اکا من همین کرپچه ها را عوض نکردید که از دوره قدیم ماندگی را ما چی کردید؟ گفت که اینا برکت دارن، برای همین موندیم، ما دیگر عوض نکردیم با کرپچه های نو. همین شوخی های زمینی و یک انسان عادی بود، یگان تر و فر در اون ندیدیم. احمد ابراهیم میگوید وقتهای اخیر نوریدین رحمان تنها از درد پای شکایت میکرد و میگفت که اگر این درد اذیتش ندهد دیگر هیچ دردی ندارد. نوریدین رحمان سال 1950 در ناحیه دنغره ولایت ختلان به دنیا آمده، سالهای زیاد به صفت مکانیزاتور کار کرده است. او رهبری خواجگی دهقانی رحمانجان را بر عهده داشت. برادر رئیس جمهور تاجیکستان یگان منصب دولتی نداشت و سالهای اخیر بازنشسته بود.